آیا حس میکنید که انرژیتون کم شده؟ عضلاتتون مثل قبل رشد نمیکنه و حتی میل جنسیتون هم به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده؟ این ویدیو رو حتما تا آخر ببین، چون میخوام در مورد کارکردها و وظایف هورمون تستوسترون صحبت کنم، راههایی رو بگم که بتونیم افزایشش بدیم و در آخر ویدیو 3 خوراکی که به طرز قابل ملاحظه این هورمون جنسی رو میتونن توی بدن ما افزایش بدن رو بهتون معرفی میکنم. سلام، من محمد هستم، فیزیوتراپیست ورزشی و اینجا هم کانال فیزیوفیته. توی این کانال قراره در مورد 2 تا خط فکری خیلی مهم صحبت کنیم. یکی این که چه راهکارها و نکاتی داریم تا ریسک آسیب دیدنمون به حد اقل نزدیک بشه، و مورد دوم حالا به هر دلیلی اگر آسیب دیدیم یا مصدوم شدیم چه راهکارها و ترفندهایی داریم تا دوران ریکاوریمون در عین کوتاه مدت بودن و بهترین کیفیت سپری بشه. حمایت شما خیلی برام با ارزشه و تک تک کامنت هایی که زیر این ویدیو یا ویدیوهای دیگه برام من میذارید باعث میشه که کیفیت کانال هر روز بهتر از دیروزش بشه. خب بریم سر اصل موضوع. ببینید، هورمون تستوسترون رو ما به عنوان هورمون جنسی مردانه میشناسیم، ولی اگه بخوایم دقیق‌تر موشکافی کنیم، این هورمون صرفاً هورمون جنسی نیستش و وظایف متعدد و مهم دیگه‌ای هم توی بدن داره و البته این هورمون کاملاً مردانه هم نیست و داخل بدن زنان حتی به مقدار اندک دیده میشه و اتفاقاً توی بدن زنان هم نقش خیلی مهمی داره. مهمترین کاری که این هورمون برای ما میکنه چیه؟ مورد اول، رشد و حفظ حجم عضلات. تستوسترون سنتز پروتئین رو در بدن ما افزایش میده و از تجزیه عضلات جلوگیری میکنه. مطالعات متعدد نشون میده که افرادی که سطح تستوسترون متعادلی دارن نسبت به اونایی که این هورمون رو کمتر از نسبت میانگین دارن 40% حجم عضلانی بیشتری رو دارن. مورد دوم که خیلی نکته مهمیه، به خصوص اگر با ورزشکارا سر و کار دارید یا خودتون ورزشکار هستید، اینه که هورمون تستوسترون ریسک آسیب ربات‌ها رو میتونه کاهش بده. حالا چه جوری؟ یکی اینکه باعث سنتز و ساخت پروتئین میشه و طبیعتاً ربات‌ها که یک نوع بافت پیوندی هستن از جنس پروتئین هستن و همچنین همونجور که توی مورد اول گفتیم باعث سنتز و ساخت عضلات بیشتر میشه. خب طبیعیه که ما داخل هر مفصل یک سری عضلات داریم تحت عنوان عضلات آگونیست که کمک کننده ربات‌های ما هستن. هر چقدر اونا رو قوی‌تر کنیم فشار از روی اون ربات‌ها برداشته میشه و ریسک آسیبشون به مراتب کمتر میشه. راستی توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میذارم در مورد 5 از مهمترین نکاتی که با رعایت کردنشون میتونیم ریسک آسیب دیدن ربات هامون رو به خصوص ربات صلیبی قدامی رو به طرز محسوسی و حداقل برسونیم صحبت کردم. مورد سوم، تحریک و تولید گلبول‌های قرمز یا RBC. مطالعات متعددی نشون داده که تستوسترون در مغز استخوان تولید هورمون اریتروپویتین رو به طرز محسوسی افزایش میده. همچنین افراد با تستوسترون طبیعی یا بالا میزان هموگلوبین بیشتری در تک تک گلبول‌های قرمز خودشون دارن. مورد چهارم، رشد موها. این هورمون باعث افزایش رشد موهای صورت و بدن میشه، اما سطح بالای اون میتونه باعث ریزش موهای سر بشه که به الگوی مردانه معروفه. مورد پنجم، تنظیم خلق و خو یا همون مود. تستوسترون ترشح هورمون سروتونین و دوپامین رو به طرز محسوسی افزایش میده و کاهش این هورمون با خستگی و بی‌حوصلگی رابطه مستقیمی داره. حالا در ادامه ویدیو که به نظرم مهمترین قسمت ویدیو هستش، یه سری نکات، یه سری راهکارها رو میگم که اتفاقا داخل خونه هم میشه انجام داد و با انجام دادن اونها میتونیم سطح این هورمون رو در بدن افزایش بدیم. مورد اول، انجام دادن تمرینات به صورت سنگین. اولی پرانتز براتون باز کنم، این ویدیویی که لینکش این بالا براتون میذارم به نظر من یکی از مهمترین ویدیوهای کاناله. توی این ویدیو خیلی دقیق بررسی شده که توی هر تمرین منحصر به فردی، مثلا مثل اسکات، با بالا و پایین کردن 2 پارامتر مهم که همون تعداد تکرار و همچنین وزنه مورد استفاده هستش، میتونیم هدفمون از اون تمرین رو به طور کامل تغییر بدیم. یعنی اسکات زدن برای من
با یک تعداد و با یک وزنه میتونه با هدف افزایش حجم عضله باشه، برای نفر کناری میتونه برای افزایش استقامتش باشه. حالا توی این ویدیو گفتیم که اگه میخوایم افزایش تستوسترون رو توی این تمرینات داشته باشیم، باید تمرین رو خیلی سنگین بزنیم. یعنی وزنه رو انقدر باید بالا بیاریم که تعداد تکرارمون به مراتب پایین‌تر باشه. تحقیقات نشون داده که تمریناتی مثل ددلیفت و اسکات بیشترین تاثیر رو روی این هورمون دارن. مورد دوم، خواب کافی. کم خوابی هورمون تستوسترون رو میتونه تا 15% کاهش بده. اگه میخوایی سطح نرمالی از این هورمون رو داشته باشید، حتما قبل ساعت 11 شب بخوابید و یک خواب 7 تا 9 ساعته رو تجربه کنید. مورد سوم که خیلی نکته مهمیه و اینجوری نیستش که توی یک بازه خاصی از روز بشه انجام داد، بلکه باید توی روتین روزانه‌تون باشه، مدیریت استرس هستش. چرا؟ چون استرس سطح هورمون کورتیزول رو در بدن افزایش میده و خب سطح هورمون کورتیزول و تستوسترون رابطه عکس دارن. هر کدوم بالاتر برن با یک فرمولی باعث کاهش اون یکی هورمون میشن. برای مدیریت استرس کارهای زیادی میشه کرد. به شخص مدیتیشن، تنفس عمیق و حتی پیاده روی رو توصیه میکنم. خیلی مهمه که بدونیم علاوه بر این نکاتی که باعث افزایش هورمون تستوسترون میشن، یک سری روتین ها و مواردی هم هستن که باعث کاهش این هورمون میشن و باید تا حد ممکن از اونها جلوگیری کرد. استفاده از ظروف پلاستیکی به جای ظروف شیشه‌ای برای نگهداری از غذا، استفاده از نوشیدنی هایی که داخلشون الکل هست و استفاده زیاد از سویا میتونه به طرز قابل ملاحظه‌ای تستوسترون رو توی بدن ما کاهش بده. خب چه مواد غذایی بخوریم که تستوسترون رو بتونه توی بدن ما افزایش بده؟ مورد اول، استفاده از تخم مرغ کامل. یعنی اینکه زردش رو دور نندازیم. اتفاقا زردش به دلیل کلسترول بالایی که داره باعث افزایش این هورمون میتونه بشه. مورد دوم، گوشت قرمز. اگر به صورت ارگانیک باشه که خیلی بهتره. و مورد آخرم که خیلی نکته مهمیه، چون توی ویدیوهای متنوع دیدم که خیلی روی تحقیقات صحبت نمی‌کنم و این مورد رو میگن، به طبق تحقیقاتی که شده توی مکمل‌های روتین مثل وی یا حتی کراتین خیلی تاثیر مستقیمی بر افزایش تستوسترون ندارن. مثلا کراتین ممکنه در حین انجام تمرینات سنگین تستوسترون رو به صورت موقتی افزایش بده، اما این اثر به هیچ وجه دائمی نیست و صرفاً محدود به خود اون زمان تمرین هستش. راستی توی این ویدیو که لینکش رو بالا میذارم، تمام سوالاتتون در مورد مکمل کراتین که به نظر من مهمترین مکملی هستش که نه تنها بدنسازا بلکه تمام افراد باید استفاده کنن صحبت شده. همچنین انار به دلیل آنتی اکسیدان هایی که داره و همچنین کلم بروکلی به خاطر اینکه استروژن اضافه رو دفع میکنه، دو تا از منابع خیلی مهم ما برای افزایش تستوسترون بدن هستن. خب ویدیو امروز هم تموم شدش. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. توی ویدیوهای بعدی حتما در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنم. پس سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید که به هیچ وجه ویدیوی بعدی رو حساس ندید. در آخر طبق روال همیشه 2 ویدیویی که به نظرم میتونه براتون مفید باشه رو قرار میدم. مرسی، فعلا.